آرافوده عزیز، میخوایم بریم اصفهان و حلیم بادمجون درست کنیم. تعجب نکنید که یه شمالی چه میخواد غذای اصفهانی درست کنه، به خاطر سال که ما در اصفهان زندگی میکردیم. این یکی از محبوب ترین غذاهای زندگیم بود و حلیم بادمجون یه غذای مخصوص ایران نیستش، یه غذای خاورمیانه‌ایه که اغلب کشورها، حتی ارمنستان هم اینو درست میکنن، ولی بیشتر حلیم گندم درست میکنن. به اسم حلیم بادمجون معروف شد چون همون شبیه حلیم گندمه، ولی خب نوعهای مختلف داره. عدس میریزن، برنج میریزن، که من به خاطر اینکه حلیمم سفید باشه عدس نمیریزم، فقط همون سنتی و سفید درست میکنم با برنج. بریم درست کنیم ببینیم چی عذاب در میاد. لایک و کامنتم، سابسکرایبم لطفاً یادتون نره و یک دنیا برای این کارتون ازتون سپاسگزارم. خب عزیزای دل، من 400 گرم گوشت سردست یا گردن میریزم با یک دونه پیاز و یک قاشق فلفل، میذارم حسابی بپزه و له بشه. 1 کیلو بادمجون دارم. در واقع من بادمجون ها رو باید سرخ کنم بعد بکوبم، ولی با خاطر سلامتی و اضافه مصرف نکردن روغن من اینا رو خورد میکنم. با 1 قاشق روغن در ظرف رو میبندم، میذارم آروم آروم با بخار هم له بشه و همین که وقتی که آبش کشیده شد تو همون 1 قاشق روغن من اینو تفت میدم. خب همینجور که میبینین بادمجونم کاملا پخته. 1 نصف لیوان من برنج دارم که با 1 لیوان آب میذارم بپزه، ولی نباید تا برنج پخته بشه به هیچ وجه هم بزنین چون برنج زود طعم میگیره. 1 مقدارم زعفرون میریزم برای عطر و طعم بهترش. حالا تا اینا بپزه من استخونا رو جدا میکنم و با گوشت کوب میام کاملا گوشتمو میکوبم. الان دیگه گوشتکوبای برقی و هزار وسیله دیگه هستش، ولی خب دیگه ما خودمون رو گول میزنیم، فکر میکنیم اگه با دست جونمون رو بذاریم بهتر عمل بیاد، ولی فکر نکنم چنین چیزی باشه. به هر حال الان بادمجون و برنجم هم پخته، اونا رو هم خورد میکنم، ببخشید اونا رو هم میکوبم تا کاملا یک بافت پودر شده و کشداری به دست بیاد، هم گوشتم هم برنج و بادمجونم. حالا 2 تا مواد کوبیده شده رو با هم دیگه مخلوط میکنم. فقط اون گوشت، آب گوشتی رو که من کنار گذاشتم، کشکمو که 1 لیوان کشک داشتم اونو تو آب گوشتم مخلوط میکنم و آروم آروم میریزم روی گوشت و برنجم تا با حرارت ملایم کاملا غلیظ بشه. خب حالا پیاز، نعنا داغ، کشک، زعفرون و به سلیقه خودتون که ماشاءالله ایرانیا همه خوش سلیقه و دیگه هنرمندن. آرافوده عزیز، امشب من واقعا رفتم تو حس و حال اصفهان و خاطراتی که با خوردن این حلیم برای من داره زنده میشه. خودم عاشق این غذام. امیدوارم شما هم درست کنین، بخورین، از خوردنش لذت ببرین. لایک و کامنت لطفاً یادتون نره. مرسی.